سلام دوستان، بریم با هم دیگه یک زبرای خوشگل و خوشمزه درست بکنیم. اول از همه زرد و سفید رو از هم دیگه جدا میکنیم. سفیده ها رو داخل یک ظرف شیشه یا فلزی به همراه همزن هم میزنیم. یک مقدار که از لختگی در اومدش، یکی دو قاشق شکر بهش اضافه میکنیم. اینقدر هم میزنیم که مثل الان پره های همزن روش اثرش بمونه و وقتی برمیگردونیم ظرف رو دیگه نریزه. سفیده رو حتما داخل یخچال بذارید. بعد میایم زرد و وانیلمون رو با هم دیگه هم میزنیم تا این زرده از لختگی در بیاد. یه خورده که از لختگی در اومدش، شکر رو بهش اضافه میکنیم. بعد شروع به هم زدن میکنیم و حتما موقع هم زدن یکی دو بار دورگیری ظرف رو انجام بدین تا این بوی زغم زرده توی کیک احساس نشه. وقتی که مایه کرمی رنگ رو به دست آوردیم، روغن رو بهش اضافه میکنیم، در حد 30 ثانیه هم میزنیم. بعد از اون شیر رو بهش اضافه میکنیم و دوباره در حد 30 ثانیه هم میزنیم. همین که در حد مخلوط شدن باشه کفایت میکنه، بیشتر از اون هم نزنید چون ممکنه مایه کیکتون باعث بشه که کیک سفت بشه هم زدن زیاد. دوستان عزیز، اگر تا اینجا این کلیپ رو دوست داشتین و دوست دارید که باز هم ویدیوهای بیشتری رو براتون ارائه بدم، حتما پیج منو فالو کنید، لایک بذارید، برام کامنت بذارید و نظرات خودتون رو به هم بگین و کیک هایی که درست کردین و عکسش رو برای من بفرستید که از دیدن اونها من هم لذت ببرم. چند تا نکته بگم که حتما موادتون رو 1 ساعت قبل از اینکه شروع به درست کردن کیک بکنید بیرون بذارید و به دمای محیط برسه. آرد و نشاسته ذرت و بیکینگ پودر رو از قبل 3 بار الک کردیم، ولی باز هم موقعی ریختن توی مواد کیکمون الک بکنید که مواد آردمون داخل مایع گوله گوله نشه. موقع هم زدن هم ببینید من چجوری هم میزنم، حالت دورانی هم بزنید که اون پف کیک نخوابه. یه چند تا نکته من بهتون بگم عزیزان. حتما قبل از شروع کردن به درست کردن کیک، چون کیک ما کیک قابلمه‌ای هستش، شعله رو روشن کنید و این شعله پخش کن رو بذارید روی شعله تا گرم بمونه. وقتی آردمون رو با موادمون مخلوط کردیم، سفیده رو توی 2 مرحله به مواد کیکمون اضافه میکنیم و به این حالت دورانی هم میزنیم. سفیده در حد مخلوط شدن کفایت میکنه، خیلی هم نزنید موادو که باعث میشه کیکتون سفت بشه و پف کیک بخوابه. اگر سفیده رو خیلی توی این مرحله بخواید مخلوط بکنید، ببین به این حالت دورانی مخلوط میکنید. اگر سفیده رو زیاد بخواید مخلوط بکنید پف کیک میخوابه. بعد از مخلوط کردن سفیده من یکی دو موادم رو نصف کردم و نصف مواد رو پودر کاکائو ریختم. حتما پودر کاکائو رو الک کنید بعد بریزید. اگر همینجوری بخواید بریزید گوله گوله میشه و دیگه نمیتونید باز بکنید، باز کردنش مشکل میشه. بعد ته قابلمه رو من روغن مالی کردم، آرد پاشیدم و 1 ملاقه از مایع سفید و بعد از اون مایع کاکائو میریزم. با به همین ترتیب 1 ملاقه سفید 1 ملاقه پودر کاکائو از مایع کاکائو میریزم. بعد با یک شی نوک‌تیز مثل چاقو یا یک چوب خلال باشه اینها رو به شکل میدیم و حالت ابروبادی یا زبرا درست میکنیم. هر طریقی که دوست داشتید رو میتونید براش درست بکنید که در نهایت همچین طرحی رو من درست کردم. روی شعله پخش کن میزنم با شعله ملایم.